السلام علیکم دوستای گل، ما خوش آمدین در امروز نو ولوگ است. ما دوستای گل چطور هستین؟ خوب اینجورین؟ بخیرین؟ امیدواریم که جور تیار باشین در هر سر دنیا که هستین. همیشه خوشحال باشین. نمرای فامیل خوب دیگه مای مبارک رمضان را در خوبی تیر کرده باشین. دوستای گل همیشه که میگن ما در او پیرکی پختنی شیر چای دمونی دیگه برای افطاری تیاری مونی. میخواید یک جای چای ببری شما قد از ما باشین دوستای گل. تاکی بورین چینل من لایک سابسکرایب شیر از یاد چیم نره دیگه دوستای گل. تاخیر بلوگ را قد از ما باشین که ما چقدر پیرکی پختمونی اور در کجا مبری را دیگه برای افطاری در او تیاری مگی. خود دوستای ما که دیدین ما پیرکی پختم کنی برای افطاری گونار بردک مادر ما دیگه ما اینج در او افطار مونی. دوستای ما پیرکی است، چاول است، ترکاری خورما شیر چای اینا رو در او برای افطاری جور کردی اشته دیگه. خودمون در او میخوای افطار کنی دیگه شما باید قد از ما افطار کنین دوستای ما. جای تمامیشم خالی. خود دوستای ما افطار کردی دیگه یعنی ساعت است 11 بجه دیگه ما در یک هتل گفتی باری یک لحظه قنجه خورما میشه قصه کنی بندار کنی گفتیش یک چیزم بخوری. دوستای ما در یک هتل هم دیگه که نامش است کریزی شیکس دیگه. شما میتونید در اینجا باید بسیار خوب چای است، چایش کم نویزه است لیکن خوبه. بس ما در اینجا اول دفعه کم ده شما میتونید در اینجا باین. بس دوستای گل قد از ما باشین که ما در اینجا چیز بخوایم تاخیر بجور قد از ما باشین دوستای ما. در اینجا ما چای خسته دیگه جوز خسته باید قد از ما نوشیجان کن. جای تمامیشم خالی. تاکی بورین چینل من لایک سابسکرایب شیر زیاد چیم نره دیگه در کامنت ضرور بگین که ما در یک جای خوبم ده چه رقم است چه رقم نیه دیگه. شما قد از ما باشین. خود دوستای گل ممتا که میگن ما چای دست کردم تمام چیز سر دسترخوان اشتم. امشب مهمانم داریم و دیگه یک چیز خوب سر دسترخوان اش بینین منتو نمیشسته دیگه. شما در کامنت ضرور بگین که ما چطور منتو پخته کردیم دیگه. منتو است، چای است، پیرکی است، ترکاری است، چاول تمام چیز است برای افطاری. همونطور که گفتم مهمانم داره جای تمامیشم خالی. دوستای گل باین قد از ما نوشیجان کنید. خود دوستای گلم تا که ما افطار کردیم از بعد آمده جنت گلی
رفتی از این چی اگه چیز بگیری، چون که در خانه مهمان است، برای مهمان از این چیزا گرفته ببری در خانه جور کردی بخوری دیگه. ما از اون چی گلگپه اردم در خانه در تیار مونی. شما باید قد از ما نوشیجان کنین، جای تمامیشم خالی دیگه. خود است گل ما از که شما میگن ما بسیار مزدار چاول میخواید دم کنی، چاول بوم دم شد دیگه یا تیم افطار شده میخواید رو تیار کنی دیگه برای دسترخوان بیلی. شما باید قد از ما نوشیجان کنید بسیار مزدار بریانی پخته دیگه مادر جان ما جای تمامیشم خالی. دوستای گل مالتا، چکنی، بریانی، چای دیگه جای تمامشم خالی. دوستای گل باید قد از ما نوشیجان کنین. خود دوستای ما که دیدین ما بریانی پخته دی جای شما خالی. ما میخوایم که نوشیجان کنم دیگه، تیم افطار شده دیگه. شما در کامنت ضرور بگین که ما چطور بریانی پخته دی، چطور افطار مونی، کدام خوراکای شما خوش دارین، بریانی خوش دارین، منتو خوش دارین، چیز خوش دارین دیگه. در کامنت ضرور بگین. هر کس که هر کدامش خوش داره کامنت کنه که ما بفهم که دوستای ما چیز خوش داره. دوستای ما جای تمامیش خالی دیگه، یعنی را ما از طرف شما مخرم دیگه. هر کس که بریانی خوش داره دیگه ما از طرف شی داره و مخرم نوشیجان منو. خود دوستای گلم تا که میگن ما هم دوم در دکانی سندل، چپلی، بوتا گفتش و از اینجا مادام که شوپینگ کنی برای عید دیگه. شما میتونید از اینجا باید شوپینگ کنین. درونی جنت گلی است، درون یک مارکت که نوشته دیگه. در اینجا جوتیم است بسیار خوب شه. در نظر مسیل لگنده 1000 روپیه. اینی چپلی هایشم 1000 است. خود دوستای ما که دیدین ما رفتی شوپینگ کردی امدی باز برای گلگپه وردی جای شما خالی. هر کس که گلگپه خوش داره باید قد از ما نوشیجان کنه. خود دوستای ما امنتا که میگن بسیار یک مزدار استروبری است در اینجی باید قد از ما نوشیجان کنین. تا بالی خو ما شروع نکده تایم افطار است. چاول ترکاری، بریانی، استروبری هر کدامش که خوش دارین باید قد از ما نوشیجان کنین دیگه. دوستای گل نگفتنم نه چاول ترکاری از دیگه جایم در نظر خدا قبول کنه نظرایش را، نظرای تمامی قبول کنه از مردنیایشی دیگه. دوستای گل در ماه مبارک رمضان شما برای از ما دعا کن، ما برای شما دعا نی دیگه. میتر کامیاب شنی، خدا کنه کامیاب شنی، دعای ما قبول شنم. دوستای گل جای تمامیشم خالی. ما میخوایم افطار کنم دیگه. تشکر از اینکه تاخیر ویدیو قد از ما بودین، تشکر زیاد از اینکه ما افطار کردی آمدی در دکان. خود دوستای گلم تک دیدین ما رفتی دکان کالا گرفتی دیگه. برای خو چای آوردم باید قد از من نوشیجان کن. خود دوستای گل دیگه ایره یا لیمونیز قاب انداز کنم نوشیجان کنم. شما باید قد از من نوشیجان کنین دیگه. خود دوستای گل اینا چای گرفتم من قاب انداز کنم باید دیگه قد از من نوشیجان کنین دیگه. من یک دفعه توخ کنم شکر مزم دیگه. جای تمامیشم خالی. خود دوستای ما بسیار متمزدار است دیگه. هر کس که خوش داره جایش خالی دیگه.